سلام. امروز قراره بهتون آموزش بدیم که چطور مراحل بازدید بیمه بدنه ماشینتون رو انجام بدید. با خدمت جدید بیمه.com دیگه نیازی نیست تو روز و ساعت خاصی منتظر یک کارشناس بیمه بدنه باشید تا بیاد چند تا عکس ساده از ماشینتون بگیره، در صورتی که خودتون هم این کار رو به راحتی میتونید انجام بدید. برای اینکه خود شما بتونید تمام مراحل خرید بیمه بدنه از بیمه.com رو انجام بدید، کافیه موقع خرید گزینه بازدید توسط مشتری رو انتخاب کنید. حالا میتونید با گوشی همراهتون تمام مراحل بازدید رو انجام بدید. قبل از اینکه مراحل بازدید و عکاسی رو شروع کنیم، چند تا نکته هست که باید تا پایان کار تو کل مراحل عکاسی رعایت بشه. اول اینکه باید ماشینتون کاملا تمیز باشه و هیچ اثری از لک یا گرد و خاک روش نباشه. مورد بعدی اینکه همه عکس‌ها باید تو فضای باز و زیر نور خورشید گرفته بشن و تمام درها بسته باشن. تا پایان مراحل عکاسی همه شیشه‌ها باید بالا باشن و محل قرارگیری ماشین از عکس اول تا آخر نباید تغییر کنه، حتی 1 متر. توی همه عکسایی که از رخ جلو و پشت ماشین گرفته میشه، چه مستقیم و چه با زاویه 45 درجه، باید پلاک ماشین به صورت کامل و واضح مشخص باشه. حالا میریم سراغ عکسایی که قراره از ماشین بگیریم. فقط دقت کنید که تمام مراحل عکاسی به همین ترتیبی باشه که با هم پیش میریم. در مرحله اول از نمای جلو و عقب ماشین به صورت مستقیم عکس بگیرید. در ادامه از پهلوی ماشین سمت راننده و سپس سمت سرنشین عکاسی می‌کنیم. مرحله بعدی عکاسی از نمای جلوی ماشین با زاویه 45 درجه از سمت راننده است. برای هر 3 زاویه مشابه دیگه هم به همین صورت عکاسی می‌کنیم. به همین راحتی عکاسی دور ماشین تموم شد. حالا میریم سراغ مراحل بعدی و حالا میریم سراغ عکاسی از نمای سقف. فقط طوری عکس بگیرید که کل سقف داخل کادرتون قرار بگیره. و نکته مهم اینه که اگر ماشینتون ساندروف داره، حتما از 3 نمای باز، نیمه باز و بسته باید عکاسی کنید. در این مرحله میریم سراغ عکاسی از صندوق ماشین. ابتدا صندوق ماشین رو کاملا بذاریم باز باشه و بعد از نمای روبرو به صورت مستقیم عکاسی کنید. حالا میریم سراغ زاپاس ماشین. فقط دقت کنید که زاپاس باید سر جای خودش باشه. در مرحله بعدی درب کاپوت رو کاملا باز کنید و 2 عکس بگیرید. یکی از نمای دورتر که پلاک ماشین کاملا معلوم باشه و یکی هم از نمای نزدیک و عمودتر. تو مرحله بعدی باید از شماره شاسی هک شده روی بدنه خود رو عکاسی کنید. برای ادامه کار پلاک پرت شده ماشینتون که حاوی شماره موتور و سال ساخته رو پیدا کنید و عکس بعدی رو ازش بگیرید. تو مرحله بعدی باید از داشبورد و شیشه جلو از داخل ماشین طوری که تمام متعلقات مشخص باشه عکاسی کنید. تو حالتی که تمام آلارم ها روشنه و عدد کیلومتر شمار به صورت واضح دیده میشه، عکس بعدی رو از صفحه کیلومتر ثبت کنید. از همه ایربگ های ماشین به صورت جداگانه عکس بگیرید. حالا نوبت آینه بغلاست. باید از سمت راننده و سرنشین از هر دو طرف عکاسی کنید. در ادامه از چهارچرخ ماشین عکاسی می‌کنیم طوری که مشخص باشه کدام چرخ است. الان نوبت شیشه های عقب و جلوه. برای این کار مقابل شیشه بایستید و با کادر بسته ازش عکاسی کنید. حالا میریم سراغ لوازم غیر فابریک و آپشن های اضافی ماشین. این لوازم اگر قابلیت خاموش و روشن شدن داره، باید در 2 حالت ازشون عکاسی بشه، مثل پخش خودرو. برای لوازم مثل رینگ یا باند هم یک عکس ساده که جزئیات رو دقیق نشون بده کافیه. در آخر اگر ماشین شما هم قسمت آسیب دیده داره، باید حتما اون عکس‌ها رو برای ما ارسال کنید.
فقط حواستون باشه که باید کاملا مشخص باشه کدوم قسمت ماشین آسیب دیده. خب دیگه عکاسی‌ها تموم شد و فقط باید منتظر بمونید که کارشناسان بیمه.com عکس‌های شما رو بررسی و تایید کنن. اگه عکساتون مشکلی نداشته باشه، بیمه‌نامه شما به واحد صدور ارسال میشه. بازدید بیمه بدنه توسط خود مشتری یکی از امکاناتیه که فرایند خرید رو خیلی سریع‌تر میکنه. یک بار امتحان کنید خودتون متوجه این موضوع میشید. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودید.